أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا مولانا محمد والآله وصحبه أجمعين. بحث انفاق بود و در آیات گذشته مثالهایی برای انفاق خواندیم. انفاقی که همراه با اخلاص باشد، انفاقی که بدون اخلاص باشد، یا همراه با من و اذی باشد، یا با ریا و نشان دادن مردم باشد که چه جایگاه و چه درجه‌ای دارد. هنوز اون بحث ادامه دارد. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. در اینجا به گفته مفسران ادامه همون بحث است، اما با ذکر انفاق وجوبی، یعنی زکات که فرض است. چنانچه اون عبارتی که دیروز خواندیم مربوط به همین بخش هست. عن عبیدة السلمانی رضی الله رحمه الله قال سألت علیا رضی الله عنه. عبیده سلمانی می فرماید من از سیدنا علی پرسیدم از این آیه، فقالت نزلت فی الزکاة المفروضه. این آیه درباره زکات مفروضه هست. خب الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای مؤمنان خرج کنید از مالهای پاکیزه‌ای که شما کسب کردید. منظور مال تجاری. ما کسبتم بنویسید تجارت. و مما اخرجنا لكم من الارض بنویسید زراعت. از محصولات زمین، آنچه که ما برای شما از زمین رویاندیم آنها را، هم زراعت و هم معدنیات، معادنی که خدای تعالی از زمین به شما میده. خب میدانیم که از مال تجاری زکات داریم، زکاتش 1/40 هست، و از مال زراعی هم زکات هست، عشر هست یا نصف عشر هست، و از معدنیات هم خمس هست. اینها را الله اشاره فرموده. و وقتی که شما میخواهید زکات را پرداخت کنید، مال را بدهید، اون مال بدید که خودتون اگر بخواهید از کسی بگیرید میگیرید اونا. یعنی اون مال ردی را، مال بی ارزش را، مالی که هیچ که به راحتی قبولش نمی کند، اون مال را ندهید. الله می فرماید ولا تیمموا الخبیث منه. قصد نکنید، شما اراده نکنید مال خبیث را از آن مال، که مال خبیث منظور مال ردی، مال بی ارزش
که تنفقون حال هست، در حالی که اون مال را شما انفاق میکنید. و لستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه، که اگر نوبت خودتون باشه اون مال را نمیگیرید مگر اینکه چشمانتون را ببندید، یعنی با دل ناخواسته. اگر اون مال را به خودت میدادند دوست نداشتی بگیری، چشمت را میبستی. الان اون مالی که از نظر خودت ارزش آنچنانی ندارد، اون مال را ندهید به عنوان زکات، اون مال را پرداخت نکنید، خوبش را، مرغوبش را، اونی که دلبستگی به اون مال دارید. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مطلب همینه. واعلموا ان الله غنی حمید، بدانید که خدای عزوجل بی نیاز است، نیازی به صدقه شما ندارد، حمید ستوده شده است، نیاز که ندارد، نیاز به مال طیب هم ندارد، چه برسد به مال خبیث، به مال ردی، مال بی ارزش. خدا از هر نوع مال بی نیاز هست، ولی خب شما وقتی که میدهید چیزی بدهید که ارزشمند باشد. لذا ان الله غنی ای لا يحتاج الى طیبات ما کسبتم فضلا عن الخبیث. مال طیب را نیاز ندارد، چه برسد به مال خبیث. اما الله تعالی ستوده شده هست، ملائکه هستند و بندگانی هستند که خدا را تعریف میکنند. پس شما مال خوب بدهید در راه الله. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. یادآوری می فرماید که علت این که شما در دادن بخل می کنید و در دادن مال خوب نمی دهید و به وقت دادن دستتون می لرزه، دلیلش چیه؟ علتش چیه؟ علتش اینه که شیطان همواره وسواس می کند و یعدکم الفقر. یعد از وعد هست، وعد به معنی وعد خوب می آید، هم به معنی وعد بد می آید، وعده خیر، وعده شر. لذا اینجا که منسوب هست به سوی شیطان وعده شر هست، و وقتی که منسوب به سوی الله است وعده خیر هست. لذا شیطان شما را وعده می دهد به فقر. به چی معنا؟ به این معنا که به شما می گوید که ای بنده، اگر تو خرج کردی مالت را خودت فقیر میشی، خودت نداری، این مال که بدی خودت از کجا میخوری؟ همواره این وسواس را میکند و این وعده را یا وعید را به شما میده. در واقع وعید است. و یأمرکم بالفحشاء، شما را امر میکند به فحشا. فحشا در قرآن کریم به هر گناهی اطلاق میشه، هر معصیت فحشا هست. بیشتر جاها فحشا به معنای بی حیایی، بی عفتی هست، اما اینجا به اتفاق مفسران فحشا به معنای بخل است و ترک صدقات، که این خودش یک معصیتی هست، یک گناهی هست. پس و یأمرکم بالفحشا، علامه آلوسی نوشته الخصلة الفحشا و هی البخل و ترک الصدقات. شیطان که شما را امر می کند به فحشا یعنی بخل، ترک صدقات. والله یعدکم مغفرة منه و فضلا، اما خداوند به شما وعده مغفرت میده از جانب خودش و وعده فضل میده. اون که به سوی شیطان نسبت است شر هست، اون ترجمه به وعید میکنیم. اینی که منسوب به سوی الله است خیر هست، این ترجمه به وعده خوب میکنیم.
لذا الله می فرماید والله یعدکم مغفرة منه و فضلا، الله وعده می فرماید شما را به مغفرتی از جانب خودش و فضلا و فضل می کند، به شما لطف می کند. ای عطاء الرزق بالبسط على انفاق الطیبات. یک معنی فضل اینه که خدا به شما روزی میده به صورت فراخ، به صورت زیاد، وقتی که شما انفاق کردید در راه خدا، خرج کردید. والله واسع علیم، این دلیلش هست، چون که خداوند واسع هست، یعنی دربارش وسیع هست، همه چیز فراوان است در دربارش، به شما زیاد میده. علیم اشاره به اخلاص شماست که از نیات و اخلاص شما خوب باخبر است. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله حکمت میده به هر کسی که بخواهد. حکمت به چه معنا؟ حکمت شما قبلا خواندیم که سنت را هم میگند، تشریح کتاب الله، تفسیر کتاب الله. بسیاری از مفسرین حکمت را تفسیر کردن به تشریح قرآن، تفسیر قرآن، فهم قرآن. اکثرا حکمت را میگویند حکمت به معنای فهم صحیح دین. خب با اون منافاتی ندارد. فهم صحیح دین همون فهم قرآن مجید است. اما بعضی دیگه حکمت را گفتن، حضرت مجاهد گفته الاصابة فی القول والعمل. حکمت اینه که شما هم در قول و هم در عمل مصیب باشید، مخطی نباشید. مصیب باشید به این معنی که همیشه اشتباه نکنید، بر راه صواب باشید. قول همیشه قول درست، فعل عمل همیشه عمل صحیح. این هست حکمت. یا اینکه اینطور خدمت شما عرض کنم، حکمت اون ملکه‌ای هست. حکمت اون ملکه‌ای هست که الله عزوجل به هر کس که عنایت بفرماید، اون انسان تشخیصش تشخیص درست میشه، هم در امور دین و هم در امور دنیا. یعنی چنان ملکه، استعداد و قدرت خدادادی به شما داده میشه که شما تشخیصتون هم در امور دین مصیب است و هم در امور دنیا. الله چنین حکمتی به بندگان خودش میده. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. هر کسی که به او حکمت داده شد، او خیر کثیر داده شد، چون اون در هر باب مصیب است، در هر باب کار خوب میکند. و ما یذکر الا اولو الالباب. از این مطالب پند حاصل نمی کنند مگر عقلمندان، ذوی العقول. اونها میدانند که این مطالب چقدر مطالب ارزشمند و زیبا هستند. و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمین من انصار. الله می فرماید که هر نفقه شما بکنید، و ما انفقتم من نفقه، هر نوع نفقه، یا نذر بکنید، هر نوع نذری، خدا می داند. الله تعالی از نوع نفقه شما، از نوع نذر شما خبر دارد. اولا معنای نذر چیه؟ نفقه که خب مشخصه. نذر دو معنا دارد. یک معنای مشهورش هست که من و شما میدونیم، نذر کردن در فارسی هم نذر میگوییم. و اینه که انسان یه چیزی را بر خود لازم میکند. نذر میکنم شتری بکشم، نذر میکنم 1,000,000 تومان صدقه بکنم، نذر میکنم 100 رکعت نفل بخونم. این چیزی که انسان بر خودش لازم میکنه. اما اون نذر
سلش با علا می آید، اون با علا می آید که مثلا میگه علیه ان اصوم شهرا، علیه ان انفق مالا، بر من است. در زبان عربی سلش با علا می آید. معنای دوم نذر، نذر به معنای عهد و پیمان، که انسان نذر می کند یعنی عهد می بندد. نظر الیه یعنی با او عهد بست، با او پیمان بست. پس اینجا همه گفتن که به معنای دوم است، یعنی هر نفقه شما می کنید یا چه نذری می کنید، نذری می کنید به این معنا که شما عهدی پیمانی با ربتان می بندید، اون عهد و پیمانی که می بندید فإن الله یعلمه، چه با ربتان چه با کسی دیگه. خب اینجا گفته و ما انفقتم، ما عام هست، شامل انفاق خوب نمیشه. هر نوع انفاق، یکی انفاق خوب است، یکی انفاق شر است، یکی نذر خوب است، یکی نذر بد است. به این خاطر تفسیر مدارک گفته و ما انفقتم من نفقة فی سبیل الله او فی سبیل الشیطان او نذرتم من نذر فی طاعت الله او فی معصیته فإن الله یعلمه. هر چی باشد، یک نذری هست که شرک، میگه که اگر این کار برآورده شد شطوری را میبرم پیش زیارت سلطان میکشم. خب این چیه؟ این نذری هست که معصیته. خب او نذرتم من نذر فی طاعت الله او فی معصیته فإن الله یعلمه لا یخفى علیه و هو مجازیکم علیه. هیچ چیزی بر خدا مخفی نیست و او شما را بر نذرتان پاداش میده. خوب باشد پاداش خوب، بد باشد پاداش بد. لذا الله می فرماید و ما للظالمین من انصار، برای ظالمین هیچ انصاری، هیچ یاوری نیست. فیجازیکم علیه ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. اگر نذر خوب باشد، عمل خوب باشد، پاداش خوب، و اگر شر باشد شر. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الله تعالی اینجا درباره صدقات بیان می فرماید. اما مراد از این صدقات، جمهور گفتن صدقات تطوع هست، صدقات نفلی هست. اگر صدقات نفلی شما می خواهید بدهید، این صدقات را ظاهر کنید، هر که ببیند که من این شطور را در راه خدا دادم، این 1,000,000 تومان را دادم، خب جایزه برای شما. فنعم ما هی، یعنی خوب، این مباح است، جایزه. اما اگر مخفی کردی بهتره، پنهانی بدی بهتره که کسی بغیر از خدا متوجه نشه. خب این حکم همه میدونیم که درباره صدقات نفلیه. و همچنین بقیه اعمال نفلی، نماز تهجد میخوای بخونی، نماز اشراق و ضحا میخوایی، حتی نماز سنت که نافل هست تو خونه سنت است. هر چی که اینها را ظاهر کنی هم جایزه، مخفی کنی هم جایزه. ظاهر کنی هم جایزه به این معنا که گاهی ظاهر کردن هم حکمتی داره. مثلا شما میخواهید که برادرتون را تشویق بکنید، فرزند خودتون را یاد بدید، رفیق خودتون را تربیت بکنید، لذا جلوی اون این کارا را میکنید تا او یاد بگیره چی کار بکنه. خب این مباح است، اما اگر مخفی بشه بهتره. درباره عبادت های فرضی
بهتر اینه که ابراز کنی، اظهار کنی. مثلا نماز میخونی در جماعت بخوان، همه ببینند فلانی نماز میخونه. زکات میدی، حتی الامکان این زکاتت را ظاهر کن، مردم متوجه بشن. روزه نفلی میگیری، خب مخفی بهتره. روزه رمضان میگیری، همه بدونن روزه هستی، تا حداقل از تو رفع اتهام بشه. کسی فکر نکنه این نماز نمیخونه، کسی فکر نکنه که این زکات مالش را نمیده، مردم بدبین بشن. مردم بدبین که بشن، پشت سر حرف میزنن، گناهکار میشن. پس اونجا در باب صدقات و اعمال واجب ظاهر کردن بهتره، اما نفلش ظاهر کردن هم مباح است، مخفی کردن چی هست؟ بهتر است. حتی که رسول مکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید صدقه طوری بده که دست چپت هم متوجه نشه که دست راست چی داده. پس الله میفرماید ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، اگر شما صدقات را ظاهر کنید بسیار خوب است. این گفتم صدقات نفلی ولی عبارتش را نخواندم. والمراد من الصدقات على ما ذهب إليه الجمهور من المفسرين صدقات التطوع. روح المانی جمهور گفت مراد صدقات تطوع هست، و مطلبی که عرض کردم چرا مخفیش بهتره این عبارت است. ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع، درباره صدقه نفلی هست، لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار. مخفی کردن از ظاهر کردن چی هست؟ بهتر است. و كذلك سائر العبادات، نه تنها صدقه، بقیه عبادت ها، نماز، روزه و غیره. الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء. در همه عبادت ها افضل هست که مخفی کنید تطوع نفلیش را، تا اینکه ریا منتفی بشه، انتفاء الریاء عنها. وليس كذلك الواجبات، واجبات اینگونه نیست. قال الحسن اظهار الزکات احسن. حسن بصری گفته زکات را نشان بده، ظاهر کن بهتره. و اخفاء التطوع افضل، اما اخفاء نفلی افضل تر است. قرطبی. لذا الله می فرماید ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي و ان تخفوها، اگر مخفی کنید آن صدقات را، و تؤتوها الفقراء، به فقراء بدید، فهو خیر لكم، بهتر است. و یکفر عنکم من سیئاتکم، الله از سیئات شما کفاره میگرداند، سیئات شما را پاک میگرداند. والله بما تعملون خبیر، الله به آنچه که شما عمل میکنید خبر دارد. لیس علیک هداهم ولكن الله یهدی من یشاء. درباره شأن نزول این آیه نوشتن که بعضی از افراد از انصار بودند که خویشاوندانی داشتند، خویشاوندانشان یهودی بودند یا مشرک بودند. خویشاوندانی داشتند از بنو قریظه، بنو نذیر. وقتی که اسلام آمد و مسلمان شدند، اینها صدقاتشون را به خویشاوندان نمیدادند. یعنی قبلا اگر کمک مالی بهشون میکردند، کمکشون را از اونها گرفتند، دیگه بهشون کمک نکردند. چرا کمک نکردند؟ به خاطر اینکه شاید بر اونها فشار بیاد و اونها چی ایمان بیاورند، اسلام بیاورند. پس نوعی تحریم بود، یعنی قبل از اسلام داشتی بهش کمک میکردی، الان به خاطر اسلام کمک نمیکنی که مسلمان بشه. این چیز خوبی نیست. الله تعالی رد کرد. الله میفرماید هدایت اونها بر تو نیست، الله هر کسی را هدایت بکنه. لذا انسان از هیچ کسی خیر خودش را دریغ نکند به خاطر اینکه چی اون مسلمان بشه، اون خوب بشه، اون اصلاح بشه. هیچ کسی را چنین تحریم نکند. همیشه عرض میکنیم اگر انسان دوستی دارد، عزیزی دارد، خویشاوندی دارد، برادر، فرزند،
اون عملش چون خوب نیست انسان دیگه او را تحریم بکند، تو خونش اون نگذارد، سر سفرهش نگذارد، به او غذا ندهد، به او کمک نکند تا فشار بیاد و خوب بشه. نه، این روش درست نیست. انسان باید اخلاق الهی داشته باشد. تخلقوا باخلاق الله. اخلاق الهی چیه؟ هر کسی که خدا را قبول دارد هم رزق میده، هر کسی که خدا را قبول ندارد کفر میکند هم خدا روزیش را میده، میرسن. پس هر کسی که باب طبع شماست هم بهش احسان کن، اگر نیست هم بهش احسان کن. اینجا الله تعالی میفرماید این کار خوبی نیست که شما مسلمانان میکنید. قرطبی نوشته کان اناس من الانصار لهم قرابات. بعضی از انصاری ها بودند که قرابت و خویشاوندی داشتند من بنی قریظه و النضیر، با بنو قریظه و بنو نضیر که از یهودی ها بودند، با اونها وصلت داشتند، با اونها خویشاوندی داشتند. و کانوا لا یتصدقون علیهم. دیگه بعد از اسلام بر اونها صدقه نمی کردن، به اونها کمک نمی کردن. رغبتا منهم فی ان یسلموا اذا احتاجوا. به این رغبت داشتن که اونها وقت محتاج بشن، محتاج مال و کمک ما بشن، مجبور بشن مسلمان بشن. نزلت الآیت بسبب اولئک. این آیه به خاطر این افراد نازل شد. پس محل نزولش خاص است ولی آیه عام است. آیه فقط درباره همون افراد صدر نیست. امروز هم این آیه مصداق دارد. امروز هم شما خیرتون را از کسی به خاطر که نماز نمیخوند، به خاطر اینکه خدا را قبول ندارد جلوش نگیرید. کمکش بکن، احسان بکن، هر چی هست دعوتش هم بده، اما جلوی کمک مالی را ازش نگیر. الله می فرماید لیس علیک هداهم. بر شما نیست هدایت اونها، ولکن الله یهدی من یشاء. اما الله است که هدایت می کند هر کسی را بخواهد. منظور از این هدایت ارائه الطریق نیست بلکه ایصال الی المطلوب، یعنی اون بیاری بر جاده مستقیم قرار بدی، این در دست خداست. و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم. الله می فرماید آنچه که خرج می کنید از هر خیر نفعش به نفس خود شما برمیگردد، به خود شما برمیگردد. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. و شما خرج نمی کنید مگر برای طلب رضای خدا. این خبر است ولی به معنی نهی هست، یعنی خرج نکنید مگر به خاطر رضایت مولا، هدفتون الله باشد. و ما تنفقوا من خیر یوفی الیکم و انتم لا تظلمون. ترغیب به سوی اخلاص است. اینجا الله می فرماید آنچه که خرج می کنید از هر خیر، از هر مال خوب، یوفی الیکم، کامل به سوی شما برمیگردد. بنویسید فی القیامه، در قیامت همش به صورت کمال و تمام به شما برمیگردد. یعنی ثوابش به شما میرسه، اجرش به شما میرسه. و انتم لا تظلمون. و شما ظلم نمیشوید، مورد ظلم قرار نمیگیرید. خب حال الله تعالی مستحقین زکات را، این که شما خرج میکنید، مستحقین صدقات را بیان میفرماید. مستحق اصلی این فقرایی هستند که در راه خدا محبوسند. ببینید منظور از این آیه و مصداق این آیه طلبه های زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اونهایی که مثل بقیه مردم نرفتند تو باغ کار نکردند، نرفتند بازار تجارت نکردند، نرفتند شغل دیگه انتخاب نکردند و خودشون را محبوس کردند به خاطر یادگیری دین که ما به اونها اصحاب صفه میگوییم. اصحاب صفه که در خانه های چپری به اصطلاح و در اطراف مسجد النبی در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودند و فقط علم حاصل میکردند و حتی
فقر خودشان را، نیاز خودشان را به کسی نشان نمیدادند، استغنا داشتند. یه چیزی که در قرآن معلوم میشه که الله دوست دارد از بندگان خودش، بالخصوص بندگان فقیر، اونایی که داشته نباشند. استغنا هست. استغنا یعنی خودت را جلوی مردم گدا نشان نده، خودت را جلوی مردم نیازمند نشان نده. بعضی ها هستن متاسفانه تا که منشینند شروع میکنن به شکایت های مالی، بالخصوص جلوی سرمایه‌داران، پولداران. چیزی تو خونه نیست، امشب شام نداریم، فلان. این نوعی به هر حال نیازمند نشون دادن است. وصفی که اینجا ببینید بالخصوص مصداق این میتونه اهل علم و طلبه ها باشه. اینا طلبه بودند، اینها شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، اما این وصفشون را الله عزوجل نمایان کرده، بارز کرده. ما باید این اوصاف را بگیریم. هیچ وقت هرچی که مقدر باشد خدا میده، این ایمان و باور را داشته باش. هیچ وقت جلوی مردم نباید انسان خودش را فقیر و نیازمند و محتاج نشان بده. الله می فرماید للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، مصرف صدقات برای فقرای هستند که احصروا فی سبیل الله، محصر شدن، بند شدن در راه الله. این وصف اول. وصف دوم لا یستطیعون ضربا فی الارض، این هم همون وصف اول است. چنان محصر شدن که نمی توانند سفر بکنن در زمین، بنویسید للکسب یا للتجاره، برای کسب و کار، برای تجارت نمیتونن جای دیگه برن. چرا؟ اگه برند علم از دست اونها میره، تعلیم از دستشون میره. وصف دومیشان یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، جاهل کسی که نسبت به اونها چی باشد؟ علم داشته نباشد. جاهل به آدمهای بی سواد و امی میگویند، ولی اینجا اون مراد نیست. الذی لا یعلم حالهم، اونی که از حالشون خبر ندارد، نسبت به اونها جاهل است. این کسی که نسبت به اونها خبر ندارد فکر میکنه اینا اغنیا هستند. از چیش فکر میکنه اغنیا هستند؟ من التعفف، از تعففش، یعنی خودش را دور میکنه از سؤال، از خواستن جمع میکنه خودش را. لذا الله میفرماید یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، فکر میکند آنها را جاهل، کسی که نسبت به اونها بی خبر باشد، آنها را فکر میکند که غنی هستند، دارا هستند. من التعفف، بسبب، این من سببیه هست، بسبب و به علت چی؟ تعفف، یعنی دوری کردن از سؤال. تعرفهم بسیماهم، شما آنها را با سیمایشان میشناسید. سیمای خاصی دارند، سیمای نور، سیمای عبادت، سیمای زهد و تقوا، سیمای صالح بودن. پس کسانی که در راه خدا هستند سیمای ظاهرشون هم باید نشون بده، به این خاطر لباسشون باید فرق کنه، سیمای ظاهرشون فرق کنه که اینها مال بازار نیستند، اینها مال دنیا نیستند، اینها مال دین هستند، تعلق به دین دارند. لا يسألون الناس الحافا، باز هم همون وصف استغنا تأکیده، از مردم سؤال نمی کنن. الحافا، الحافا یعنی الحاحا، اصرارا، با اینکه اصرار بکنن، بچسبند، نه خیر، از مردم سؤال نمی کنن، بلکه کمال استغنا، بیمیلی از دنیا و تعفف در وجودشان مشاهده میشه. لذا الله می فرماید اینها را شما بدهید.
وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم. آنچه که شما خرج میکنید از هر خیر، همانا الله نسبت به آن علیم هست. شما اگر بدهید در راه خدا، هر خیری باشد، الله خوب میدوند که شما دادید. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار. خب این هم ادامه بحث انفاق است، اما در اینجا کیفیت را بیان میفرماید. یکی هست تعمیم اوقات که الله تعالی میفرماید در همه حالا بدید، احوال بدید، و یکی تعمیم احوال، در همه حال بدید، به صورت سر بدید، به صورت علانیه بدید، شب بده، روز بده، در ماه رمضان بده، در غیر رمضان بده. تعمیم اوقات معنیش همینه. بعضی مردم فقط ماه رمضان میدن، فکر میکنن که وقت صدقات همین ماه هست. لذا الله تعالی ترغیب داده برای انفاق به هر صورت. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار. آنهایی که خرج میکنن مالشان را در شب و روز. این بنویس عموم اوقات. سرا و علانیتا. اینجا بنویس عموم احوال، یعنی چه به صورت سر چه به صورت علانیه. فلهم اجرهم عند ربهم. برای این افراد اجر و پاداش هست نزد پروردگار. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون جلب منفعت بود، این دفع مضرت. هیچ خوفی بر آنها نیست در روز قیامت. ولا هم یحزنون. و آنها غمگین هم نیستند. عرض کردم غم یا نسبت به گذشته میشه. اگر نسبت به گذشته بشه اینجا میخوانیم علی فراق الدنیا، علی فراق متاع الدنیا. اونجا به خاطر اینکه دنیا و زندگی دنیا را ترک کردن غمگین نیستن، چون اگر در دنیا باغی داشته اونجا باغی میبینه که اینو فراموش میکنه. اگر در دنیا ساختمانی داشته اونجا ساختمانی میبینه که اصلا این ذهول میشه. یا اینکه ولا هم یحزنون، درباره آیندهشون هم غمی ندارند، چون میدونند که دیگه جایی آمدیم که روز به روز احوال ما بهتر میشه. الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم. ببین اینجا بحث ربا شروع میشه. شاید شما میپرسید و در ذهن شما میاد که این آیه با اون آیه هیچ نسبتی نداره، از بحث انفاق پرید به ربا رفت. خیلی مناسبت داره. مناسبتش به این صورت خدمت شما عرض کنم که خداوند ما را تشویق کرد به انفاق. یعنی انفاق اینه که مالمون را بلا عوض بدیم. اگر این توفیق را نداریم حداقل مالمون را به عوض بدیم، یعنی مالمون را قرض حسنه بدیم، به صورت قرض حسنه بدیم. آقای نیازمند هست، 5 میلیون بهش بده، بعد از 4 ماه 5 میلیون بهش ازش بگیر. اینم اجر داره. در ادامه همین رکوع می آید. اما بعضی انسانهای بدبخت هستند که صدقه نمی دهند به جای خود، مفت نمی دهند، به صورت قرض الحسنه نمی دهند هم به جای خود. یک انسان محتاجی که احتیاج دارد به امیده، باز ازش ربا هم میگیره. پس این انسان ها چقدر با هم تفاوت دارند. یکی اونه که مالش را بلا عوض میده، آقا بگیر این 1 میلیون تومان مال شما. خب این فقط رضای مولا میخواد. یکی دیگه همین 1 میلیون تومان را میگه بهت میدم، 4 ماه میدم، بعد از 4 ماه 1,500,000 ازت میگیرم. اینا چقدر فرق دارند. همون که ما میخوانیم تبشیر و تخویف، یکی جهنمی هست یکی بهشتی هست. اینا را در ازداد را خدا در کنار هم قرار میده تا انسان ببیند فرق مراتب را از کجاست تا به کجا. اینجا هم ببین انسان ها چقدر متفاوتند که بعضی ها هستن مالشون را صرفا به رضای مولا میدن، اما بعضی مال نمیدن که هیچ قرض الحسنه هم نمیدن، که میگوین
من 5 میلیون بدم بعد از 4 ماه 5 میلیون بگیرم به من چی رسید؟ فکر ثوابش هم نمیکنه، فکر آخرتش هم نمیکنه. و حتی همین مال که میده به صورت چی میده؟ ربا میده. بدترین کار همینه. الله عزوجل این انسان را از ابتدا، اول الله تعالی عذابش را ذکر میکنه، از بس که الله بر اینها عصبانی هست، بر اینها قهر داره. الله می فرماید الذین یأکلون الربا، آنانی که ربا میخورند، لا یقومون، بر نمیخیزند، بنویسی من قبورهم، از قبر بلند نمیشند، روز قیامت به میدان حشر بلند نمیشند، الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر مثل اون انسانی که بلند میشه دیوانه هست، اون انسانی که یتخبطه الشیطان، زده او را شیطان. منظور از شیطان اینجا جن هست. بعضی انسان ها جن زدگی دارن، نه جن زدگی دارن، مسروعند، یعنی بلند میشه سرش گیج میخوره هی میفته، بلند میشه دوباره میفته. بعضی اینطور هستن. من المس و از اون مس شیطانی، ضرب شیطانی. خب ببینید این انسان وقتی که از قبر بلند میشه اینطوره. بعضی از مفسرین نوشتن، ما چون قبلا خواندیم که در روز قیامت گناهگاران هر یکی به یک شکلی هست، بستگی به نوع گناه داره. همون که رسول الله صلی الله علیه وسلم در شب معراج دید، یکی را دید که کلهش خیلی گنده هست، یکی را دید که عرض کنم لبانش خیلی کلفتند و پاره هستند، یکی را دید که شدقینش چاک هستند، هر یکی را به یک شکلی دید. اونجا علما میفرمایند که هر گناهکاری شکل خاص و علامت خاصی را دارد. لذا بر این آیه نوشتند که شاید رباخاران علامتشون اینه، مثل دیوانوار و مثل جن زده، هی بلند میشه میفته، بلند میشه میفته. لعل الله تعالی، تفسیر آلوسی روح المعانی نوشته، لعل الله تعالی جعل ذلك علامتا له، شاید این خداوند علامتی او قرار میده که یعرف بها یوم الجمع الاعظم عقوبت الله، روز جمع اعظم به این صورت شناخته میشه. میبینه اون داره میاد به میدان محشر، هی بلند میشه میفته، سرش میخوره، دوباره بلند میشه میفته، فقط کارش همینه. هر کی میدونه این رباخاره، به این بدبختی گرفتاره. پس یوم الجمع الاعظم عقوبت له، كما جعل لبعض المطيعين امارة تلیق بها یعرف بها کرامة له، چنانچه بعضی از مطیعین خدای عزوجل چه نوع اطاعتی کردند، همون علامت خاص را دارند که می درخشند، همون علامت خاص را دارند که می درخشند. مثلا قرآن درباره بعضی مطیعین گفته یوم تبیض وجوه، چهره ها سفیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده وضو گیرندگان غرا محجلین هستند. خب هر چی، هر عملی، هر طاعتی یک علامتی داره. پس این علامتشون هست، از قبر که بلند میشن میفتن، سرشون میخوره، دوباره بلند میشن. چرا خدای به این عذاب و به این مهلکه گرفتارند؟ الله دلیلش را و سببش را میفرماید ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا، ذلك یعنی ذلك العذاب، این عذابی که اونها دارند به سبب این است که اونها در دنیا میگفتند انما البیع مثل الربا، بیع مثل رباست. ببین چقدر مبالغه، به جای اینکه مثلا بگه ربا مثل بیع هست، ربا مثل بیع هست. در بیع شما چیکار میکنید؟ معامله میکنید، به 1 میلیون تومان میخری، 1.200 میفروشی. معامله همینه، نه؟ پارچه را میخری 1 تومان، 1.200 میخری میفروشی، 200 تومان فایده. اون میگه که ربا هم همچنین، 1 تومان بهش میدیم، 1.200 بعد از 4 ماه ازش میگیریم.
به جای اینکه اینطور بگه که ربا مثل بی هست، میخواد مبالغه بکنه، میگه بی مثل رباست، یعنی ربا که هیچ شکی توش نیست کار خوبیه، این معامله که شما میکنید هم مثل رباست، در حالی که چقدر غلط میگه. الله تعالی پاسخ میده، دو تا پاسخ، یکی پاسخ حاکمانه هست، یکی پاسخ حکیمانه که بعدا میاد. الله میفرماید و احل الله البیع و حرم الربا، در حالی که الله بیع را حلال قرار داده و حرام قرار داده، ربا را. حاکم مطلقه، او هر چی دوست داره انجام میده. خداوند ربا را حرام قرار داده. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. خب ربا همین وقت حرام شد، لذا الله میفرما هر کسی که پیشش موعظه بیاید از جانب رب، یعنی پند و اندرز بهش رسید که خدا حرام قرار داده، الان خبر شد، بعد از این که خبر شد فانتها باز آمد. خب باز آمدم، ولی سال گذشته چند هزار درهم از طریق ربا بهم رسیده، قبل از اون صدها دینار و درهم. فله ما سلف، الله میفرماید ما سلف و گذشته مال او، برای او بهش بخشیده، اما در آینده نه. و امره الی الله، فله ما سلف یعنی لا یؤاخذ علیه، بر گذشته مؤاخذه نمیشه. فله ما سلف را روح المانی نوشته ای ما تقدم اخذه قبل التحریم لا یسترد منه، قبل از تحریم در گذشته هر چی که گرفته از او گرفته نمیشه، برگردانده نمیشه. و امره الی الله، امرش به الله بستگی داره، امرش به خدا سپرده، خدای عزوجل خودش میدونه با بندش چه کاری بکنه. اما کسی که دوباره این کار بکنه، دوباره این اشتباه را بکنه، و من عاد فاولئک اصحاب النار، هر کسی اعاده بکنه، هر کسی تکرار کنه، پس این گروه اصحاب النار هست، اهل آتش هست، هم فیها خالدون، آنها در این کار، در این آتش همیشه میمانند، ماندگار هستند. چه جرأتی داره مردم با وجود این وعید شدید الله عزوجل هنوز در بازارها معامله ربوی علنی هست. الله می فرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات. این فرق است، فرق ربا و صدقات. الله نابود می کند ربا را، محو می کند ربا را و رشد میده صدقات را. یمحق الله یعنی چه؟ یعنی یذهب ببرکته، برکت ربا را و اون مال را از بین میبرد. و هلک المال، مال را هم از بین، یهلک المال، مال را از بین میبرد، اما صدقات را رشد میده. این آیه که تهدید خدای عزوجل است، این در دنیاست، در دنیا نابود میشه و ما اطرافمون را اگر بررسی بکنیم، اگر خبر نداریم سوال بکنیم، میبینیم که این موضوع یه موضوع محققی هست، ثابت شده هست، هیچ که شک ندارد. هر کس در همین دنیا، بالخصوص از مسلمانان، با غیر مسلمان کار نداریم، هر کس از مسلمانان تجارت ربوی کرده، مال ربوی گرفته، وام ربوی گرفته، اون در همین دنیا ضربهش را دیده، به خاک سیاه نشسته، کلا ورشکست کرده. انسانها و سرمایه‌دارهای کلان کلان، اونهایی که بعضی ها میشناسم که هیچ نیازی به مال ربوی نداشتند، هیچ نیازی به وام بانک نداشتند، ولی صرفا رفتن گرفتند که مردم فکر کنند این همه را از کجا آورده. اگر یه وقتی ماموری دولتی پرسید که از کجا آورده، بگم که از بانک گرفتم، یعنی نیازی نداشته به وام بانک، رفته ربوی گرفته تا برایش توجیهی باشد، پاسخی
پیش بعضی ارگان ها داشته باشه. همین انسان وقتی که رفته این مال را گرفته چنان نابود شده که همه سرمایش را از دست داده و آخر به خاطر دین مردم اینجا اونجا مخفی بوده. پس واقعا ربا انسان را در همین دنیا، همونطور که الله فرموده، شما هم شاید اطرافتون خیلی را میشناسید، بسیاری از افراد هستند که خودشون میگویند که ما به کجا رسیدیم، برکت مال میره و انسان همه چیزش را از دست میده، اما صدقات نه. ببینید اینهایی که بیشتر در راه خدا میدند، اینهایی که دستشون بازتره، الله بهشون بیشتر میده. میبینیم که اونا فقیر نمیشند. هر کسی که بیشتر میده الله برکت بیشتری. پس این وعده ای هست که ما همه با چشمان خودمون دیدیم، میبینیم و برید بررسی بکنید، شما هم به این نتیجه میرسید. الله میفرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات، الله ربا را نابود میگرداند، محو میکند و رشد میده صدقات را. والله لا يحب كل كفار اثیم، الله تعالی دوست ندارد هر انسان ناسپاس گناهکار، ناشاکر گناهکار. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، الله اینجا اوصاف اهل ایمان و اهل تقوا را بیان می فرماید. این گونه باشد، بدون ربا باید زندگی کند. بدون شک کسانی که آمنو، ایمان دارند و عمل صالح انجام میدن، و اقاموا الصلاة، نماز برپا میدارند، و آتوا الزکات، و زکات در راه الله میدن، لهم اجرهم عند ربهم، برای این انسان ها، برای این افراد پاداششون هست نزد پروردگار این جلب منفعت. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، الله می فرماید بر آنها هیچ خوفی نیست در آخرت، ولا هم یحزنون، و اونها غمگین نمی شوند به فراق دنیا، به خاطر ترک کردن دنیا. خب بعد از اینکه الله تعالی مضرات ربا را بیان فرمود، حال صراحتا دستور میده، خطاب میکنه. و این آیه درباره کسانی هم هست که قبل از دستور ربا اونها معامله ربوی انجام دادند و هنوز پولشون را دریافت نکرده. اونی که قبلا دریافت کرده قبل از تحریم خواندیم فله ما سلف، اما مثلا 2 ماه پیش معامله انجام داده، بناس 2 ماه دیگه پولش را بگیره، یه پول میگیره، اصل پولش را میگیره، با یه پول اضافه به عنوان ربا میگیره. لذا در این آیه دستور هست که وقتی که موعدت میرسه پولت را بگیر، ما بقیه من الربا را بذار، اون نگیر، اون ترک کن. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان از خدا بترسید، و ذروا ما بقی من الربا، ترک کنید، رها کنید آنچه که باقی مانده از ربا، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید، اگر به خدا ایمان دارید. اما تخویف دنیوی، اگر این کار را نکردی و بر ربا اصرار داشتی پس آماده جنگ باش. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله، تخویف دنیوی هستیم. اگر نکردی فأذنوا، فأذنوا یعنی اعلام باد به تو، فاعلموا بدان، یقین کن، بحرب من الله و رسوله، بجنگی از طرف خدا و رسولش، یعنی آماده جنگ باش. آماده جنگ چگونه با خدا و رسولش؟ یک صورتش اینه که خدا تو را عذاب میده، یکی این که نه، اونهایی که بندگان خدا هستن روی زمین، اونها وظیفه دارد، اونها خلیفت الله هستن، اونها وظیفه دارن با تو بجنگند.
به چه عنوان بجنگند؟ اگر ربا را اصلا انکار میکنی که مرتدی، بس مسلمانان است، میگه نه ربا جایزه، یه حکم صریح قرآن که میگه ناجایزه و میگه جایزه، میشه مرتد. پس با او می جنگند، حاکم اسلامی باید بجنگد به عنوان یک مرتد. و اگر نه معتقد بر حرمت است اما عمل نمیکنه، این میشه باغی، و با باغی هم باید حکومت بجنگد. لذا این مطلبی که عرض کردم قرطبی با این عبارت نوشته: فإن لم تفعلوا ای ما امرتم به من الاتقاء، اگر انجام نمیدی اون چیزی که خدا گفته که بپرهیز، اتقاء، و ترک البقایا، ما بقی را ترک کن، دیگه نگیر. خب قبول نمی کنی. چرا قبول نمی کنی؟ اما مع انکار حرمته، یا اینکه اصلا حرمت ربا را انکار داری، او مع الاعتراف، یا نه حرمت را اعتراف داری بازم عمل نمی کنی. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، پس آماده جنگ از سوی خدا و رسول باش. چه جنگی؟ در صورت اول جنگ مع المرتدین، مرتدی دیگه وقتی که انکار میکنی حرمت را، و هو الحرب لحرب المرتدین على الاول، که حرب المرتدین، مثل حرب با مرتدین در صورت اول که انکار میکند، و که حرب البغاة على الثانی، در صورت دوم مثل جنگ چی هست؟ باغیان. روح المانی و قرطبی. لذا الله می فرماید: و ان تبتم فإن لم تفعلوا، اگر این کار را نمی کنید پس آماده جنگ از سوی خدا و رسول باش. و ان تبتم، اما اگر توبه کردید اصل پول را بگیر، ربا را نگیر. فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون، ظلم نکنید به اخذ الربا، ولا تظلمون، و ظلم هم نمی شوید به اخذ اصل مال. یعنی نه که بر کسی ظلم کن، بر غرماءت، بر بدهکارانت، که از اصل مال بیشتر بگیری. اگر بیشتر گرفتی ظلمه، و همچین بر تو هم ظلم نشود که اصلا مالت هم بهت نرسه. و این کان ذو عسرة فنظرة الى میسره، این همون قرض الحسنه هست. اگر طرف شما تنگ دسته، امروز متاسفانه در بازارهای ما اینطوره که آقا نمیتونه سر موعد پولش را بده، پولش مثلا 10 تومنه، الان میاد میگه آقا من نمیتونم میدم، 2 ماه دیگه میدم. خب برای این 2 ماه 1 تومن حساب میکنن روش، بعد از 2 ماه باید 11 تومن بده. دوباره میاد میگه نمیتونم، 2 ماه دیگه بهش مهلت میده، دیگه چک ازش میگیره، تا 2 ماه دیگه 12 تومن میشه، تا 2 ماه دیگه 14 تومن میشه. همینطور میره. افرادی هستند گاه اینجا میاند میگن که ما با 10 و 20 تومن واممون به 80 تومن رسیده. چطور؟ هر بار که میریم چیکار میکنند؟ تمدید میکنند. این تمدید میکنند و اضاف میکنند. یعنی این کاری هست که با آیات صریح قرآن مجید مخالفه. این مسلمانی نیست. این آقا دلش خوشه که نماز میخونه، دستور صریح قرآن را نادیده میگیره. قرآن چی میگه؟ میگه اگر موعدش رسید، آمد پیشت گفت ندارم، مهلتش بده، برایش صبر کن. حتی اگر صدقه بکنی که بهتر، اگر نمیکنی مهلتش بده. همین مهلت هم در حدیث آمده برای انسان صدقه به حساب میاد، برای صدقه محسوب میشه. 10 میلیون تومن ازش میخوای، 4 ماه دیگه مهلت دادی، گویا 10 میلیون را در این 4 ماه تو انفاق کردی. لذا الله می فرماید و این کان ذو عسرة، اگر باشد بنیست المدیون یعنی بدهکار شما، ذو عسرة
تنگ دست باشد. فنظرة الى میسرا، پس مهلت بده، این حکم اول است، الى میسرا، تا حالت یسر، فراخی، سرمایداری. و ان تصدقوا خیر لکم، این حکم دوم است، این که صدقه بکنی بهتر است برای شما، این کنتم تعلمون، اگر شما بدانید که بر صدقه به شما اجر و پاداش میرسد. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، تخویف است، تخویف اخروی. بعضی میگن آخرین آیاتی که نازل شد همین آیه بود درباره الله، تقوا و پیشی دادن در محضر الله. الله میفرماید ترسید از اون روزی که برگردانده میشوید، بازگشت شما در اون روز است به سوی الله. از اون روز بترس، آماده کن، از محرمات دوری کن، از ربا بگریز. ثم توفى كل نفس ما کسبت، سپس پاداش داده میشه هر نفسی آنچه که کسب کرده بر اساس کسبش، ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، قبلا خواندیم. و هم لا یظلمون، بر آنها ظلم نمیشه، هرچی که حقشون هست کف دستشون میگذارند. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، در ادامه بعضی دیگر از امور انتظامیه را الله عزوجل یادآوری میفرماید. یکی از امور انتظامیه چی هست؟ تداین، یعنی همدیگر را وام دادن، وام گرفتن. وام دادن و وام گرفتن مشروعه، درسته، اما انسان هست، فراموشکار هم است، موت هم می آید. پس الله تعالی بعضی از دستورهای مصلحتی را بیان می فرمد که اینا واجب نیستن، مصلحتند، تا اینکه فردا شما پشیمان نشوید. اون اینه که هر چی که شما با هم دیگه معامله میکنید ثبت بکنید، بنویسید و برای آینده بگذارید تا همه چیز مکتوب باشد. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا تداینتم بدین، وقتی که با هم دیگر معامله بدین کردید، یعنی به هم دیگر وام دادید، الى اجل مسمى، تا مدت معین، فاکتبوه، این حکم اول، پس بنویسید آن را. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، این دستور برای کاتب است، بنویسد بین شما یک نویسنده به عدل بنویسد. به عدل بنویسد یعنی لا یزید فی الکتابة ولا ینقص، نه بیشتر بنویسد نه کمتر، خدا را در نظر گرفته بنویسد. ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمه الله، این حکم دوم، دستور دوم. انکار نکند کاتب این که بنویسد، کما اینجا تعلیلی است، به علت این که خدا او را تعلیم داده، یعنی کسی که بلد است، سواد دارد، میگن بیا اینجا بنویس، بیا اینها را ثبت کن، بنویسد. فلیکتب، بنویسد، بنویسه ولو بالاجره، گرچه برای نویسندگیش، برای حسابداریش اجرت بگیرد، بنویسد علی ای حال. اما چی بنویسد؟ املا را، انشاء را کی تمزین کند؟ ولیملل الذی علیه الحق، اون کسی که برو حق است، یعنی بدهکار، مدیون، این حکم سوم است، او املا کند. مثلا بگوید بنویس این جانب فلان ابن فلان نسبت به فلان معامله اینقدر بدهکارم، در فلان تاریخ پرداخت میکنم، او خودش بگه و کاتب بنویسه. ولیملل الذی علیه الحق،
باید املا کند اون کسی که بر او حق است، یعنی مدیون و بدهکار است. ولیتق الله ربه، و از الله باید بترسد. ولا یبخس منه شیئا، کم نکند از اون دین چیزی را، هرچی هست کامل بنویسد. فإن كان عليه الحق سفیها، اما اگر این صاحب حق، این کسی که برو حق است، برو دین است، خرد ندارد، عقل ندارد، سفاهت و حماقت دارد، یعنی کم دارد، او ضعیفا، یا خیلی ضعیف است، پیره یا بچه است، برای او مثلا ماشینی گرفتند، برای او منزلی گرفتند، الان او مدیون شد. او لا یستطیع ان یملا، یا شرایطی دارد که نمیتواند املا کند، بگوید فلیملل ولیه بالعدل، پس املا کند ولیش بعدل، اون کسی که وارثش هست، پدرش هست، بزرگترش هست، ریش سفیدش هست، او بعدل، یعنی او طوری بکند که چیزی کم نکند. این حکم اول بود که گفت بنویسد. اما در این حکم اول دو حکم دوم هم بود که چه بنویسد؟ عدل بنویسد و اینکه چه کسی املا کند. حکم چهارم واستشهدوا شهیدین من رجالکم، کار را خوب پخته کن، کار از احتیاط عیب نمی بیند. پس علاوه از نوشتن 2 نفر گواه بگیرید، شما 2 نفر گواه باشید که این آقا این مبلغ را از این آقا طلبکار است، باید فلان تاریخ بده. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، گواه بگیرید 2 گواه از مردانتان. فإن لم يكونا رجلین، اگر نبودند 2 مرد، فرجل و امرأتان، 1 مرد و 2 زن، ممن ترضون من الشهداء، از آن گواهانی که شما می پسندید. ترضون یعنی من یکون مرضیا عندکم لدینه و امانته، مورد پسند باشند چون دیندارند، امانت دارند، چنان گواهانی باشند صاحب شرائط. من الشهداء، از گواهان عاقل بالغ صالح، شرایط گواهی اینه. چرا 2 تا زن؟ ان تظل احداهما، این حکمت تعدد نساء است. ان تظل احداهما، بخاطر اینکه اگر فراموش کند یکی از اونها، فتذکر احداهما الاخرى، یادآوری کند اون یکی دیگه. ببینید معمولا در زنان نسیان غالب است، فراموشکار هستند، پس اونجا 2 تایشون قائم مقام یکی میشه. ولا یأبی الشهداء اذا ما دعوا، گواهان انکار نکنند وقتی که چی شدند؟ دعو، دعوت شدند، یعنی مسئله به اختلاف کشید، به دادگاه کشید، آخر به گواهان گفتن بیایید گواهی بدهید. خب اینا اگر برن گواهی بدن، قطعا گواهی اینها به نفع یکی میشه، به ضرر دیگری میشه. اینها نمیرن گواهی نمیدن، حقیقت را نمیگن، حقیقت را که نگن حقی پایمال میشه. پس انکار نکنن گواهان هرگاهی که فراخوانده شدن. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، الله می فرماید که شما خسته نشید اینکه بنویسید، چه کوچکی بود چه بزرگی، تا مدتی بنویسید هرچی هست. ذالکم اقسط عند الله، این از نظر عدالت و قسط نزد الله بهتر است. و اقوم للشهاده، و همچنین از نظر شهادت راستر و برابرتر است، اینکه هم بنویسید و هم گواه بگیرید. و ادنا الا ترتابوا، و این مسئله نزدیکتر است به این که شما شک نکنید در معاملاتتون. همه چیز اینجا شسته رفته، موثق بیادتون است، هم نوشته هم گواه دارید. البته در بعضی صورتها که حرج است، مثلا در سفر باشیم، یا عرض کنم خدمت شما که معامله دست به دست باشد، اونجا نه نوشتنش لازمه نه گواهش لازمه. الا ان تكون تجارتا حاضرتا، مگر اینکه باشد تجارت حاضر یعنی نقدی دست به دست. تدیرونها، تدیرون که به یک دیگه برمیگردانید، یعنی پول میدید کالا را میگیرید، بینکم، اونها را بین خودتان برمیگردانید.
میدوید و میگیرید بدان بستان بده بستان. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، در این صورت برای شما گناهی نیست که ننویسید، اشکالی نداره. اما گواه اینجا هم خوبه. و اشهدوا اذا تبایعتم، وقتی با هم بیع کردید، با هم معامله کردید، گواه بگیرید. ولا یضار کاتب ولا شهید. الان الله می فرماید که ضرر داده نشود، نه کاتب و نه گواه. یعنی کاتب را مجبور نکنید مفت بنویسه، کاتب را مجبور نکنید خلاف بنویسه، گواه را هم همچنین. و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، اگر این کار را کردید این فسق و معصیت است نسبت به شما. واتقوا الله، این نسخه عمل است، نسخه عمل به همه مسائل تقواست. و یعلمکم الله، این علت ما قبل است، خدا داره شما را آموزش میده. والله بكل شیء علیم، نسخه تقواست، خداوند به هر چیز علیم و دانا هست. خب صورت دیگر اینه که ما در حضر نیستیم، ما تو شهر نیستیم که دوتا گواه هم بیاریم کاتبی بیاریم بنویسه. ما تو سفریم، در مسیریم، اونجا با هم دیگه معامله میکنیم. برای مثلا تجارت رفتیم، اونجا معامله میکنیم. اونجا خب نه کاتب است نه شاهد است. اگر اعتماد نیست، وثوق نیست، انسان از طرف میتونه چی بگیره؟ رهن بگیره، گرو. مثلا شما در مسیر ماشینش را میگیرید، ماشین وقتی برگشت به شما بده، پولش را میدید، ولی پولش را میدید چه مدرکی داری؟ نه کاتبی بوده که بنویسی، نه گواهی بوده. خب تا وقتی ازش به صورت گرو ساعتش را میگیری، نمیدونم جنس دیگر از دستش میگیری به صورت گرو، که هر وقت ماشین را به شما داد اون وقت جنسش را برگردانید، این اشکالی ندارد. و این کنتم علی سفر، البته قید سفر قید اتفاقی هست. امکان داره شما تو همین شهر نیاز به گرو داشته باشید، تو همین شهر در حضر بدون سفر نیاز به چی داشتید؟ رهن داشتید. آقا منزلت را میگیرم، پول بهت میدم، ولی 2 ماه دیگه که منزل خالی میکنی تا وقتی به دستم یه چیزی بده. در حضر هم نیاز به گرو میشه. پس فقها اتفاق نظر دارند که رهن هم مال سفر هم مال حضر. اتفقت الفقهاء اليوم، امروز فقها متفقا على ان الرهن في السفر والحضر سواء، رهن در سفر و حضر برابر است. و فی حال وجوب الکاتب و عدمه، یا اینکه کاتب بود باز هم رهن بگیرید اشکال نداره. پس اینجا قید سفر یک قید اتفاقی است، احترازی نیست. به این معنی نیست که اگر در سفر نبودید رهن جایز نیست، نه جایزه. و این کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، اگر شما بر سفر بودید و کاتب نیافتید، فرهان مقبوضه، پس رهنی که باید قبض بشه. فان امن بعضکم بعضا، اگر اطمینان داشت بعضی بر بعضی دیگر، فلیؤدی الذی اؤتمن امانته، پس باید ادا بکنند اونی که مورد اطمینان قرار گرفته امانتش را. یعنی وقتی که به او اطمینان شد که این پول را میده، این جنس را میده، پس اون باید پول را بده. ولیتق الله ربه، این بازم نسخه عمل، در همه امور از الله بترسد که رب اوست. ولا تکتم الشهاده، و شما شهادت را کتمان نکنید، مخفی نکنید. و من یکتمها، هر کسی که شهادت را کتمان بکند، شهادت را پنهان کند، فانه آثم قلبه، این قلبش خرابه، این درونش خرابه، یعنی گناهکار هست، قلبش این درونش مشکل داره. در قلب به جای تقوا چیه؟ اسم است، معصیت است. والله بما تعملون علیم،
خداوند به آنچه که شما عمل میکنید علیم و دانا است. این ترغیب اخلاص است. خب این از آخرین امر از امور انتظامیه‌ای که ما در سوره مبارکه بقره میخوانیم. حال در پایان این سوره مبارکه برای 4مین بار مدعای سوره تکرار میشه. گفتیم 4 جا این مدعا هست، یعنی توحید فی الالوهیت، فی العبادت، و در پایان اینجا دلائل هم می آید و همچنین مناجاتی هست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. الله می فرماید فقط و فقط برای الله است تمام آن تصرفاتی که در آسمان ها هستند و تمام آن تصرفاتی که در زمین هستند. پس وقتی که همه تصرفات در اختیار اوست، باید همه عبادت ها هم مال او باشد، برای او باشد. و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه. دلیل الوهیت چی بود؟ یکی تصرف و قدرت، دوم علم. علمش به اندازه ای هست که و این تبدوا ما فی انفسکم، اگر شما ظاهر کنید آنچه که در دلتان هست. ما فی انفسکم بنویسید عقاید قلبیه اختیاریه. این قلبیه اختیاریه را بنویسید که بعدا با اشکال مواجه نشید. هر چی در دلت هست، هر عقیده ای که هست، چه ظاهرش بکنی او تخفوه یا مخفیش بکنی، یحاسبکم به الله، الله شما را محاسبه می کند. می گوید که چرا در دل چنین عقیده کفری شرکیه داشتید. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. این تفسیر حساب است. یحاسبکم به الله، خدا حساب می گیرد. الله می بخشد کسی را که بخواهد و یعذب من یشاء، و الله عذاب می دهد هر کسی را که بخواهد. والله على كل شيء قدیر. این علت است، الله به هر چیز قادر و توانمند است. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. بشارت الله می فرماید ایمان آورده رسول پیامبر بما انزل الیه من ربه، آن قرآنی که نازل شده به سوی او از جانب ربش. والمؤمنون، این مدح اصحاب است. تمام مؤمنان هم ایمان دارند به قرآن. کل آمن بالله، این تفصیل ایمان است. اونجا اجمال بود ایمان به قرآن، اما تفصیل کل آمن بالله، همه و همه اینها ایمان دارند به الله و ملائکته، به ملائکه خدا، و کتبه و رسله، و به کتاب های الهی و به پیامبران الهی ایمان دارند. لا نفرق بین احد من رسله، بین هیچ یک از رسول ما فرق قائل نیستیم. چطور فرق قائل نیست؟ شما همین دیروز خواندید که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعضی بر بعضی فضیلت دارند، بعضی برتری دارند، بعضی افضلتر اولاتر. شما میگید پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم از همه افضلتر است. این فرقه، این فرق لا نفرقو از نظر فضیلت و درجه نیست، از نظر ایمان است. و اینش بنویس بأن نؤمن ببعض و نکفر ببعض. اینطور ما فرق قائل نیستیم که به بعضی ایمان بیاوریم و به بعضی کفر کنیم، نه، بل نؤمن للکل یا للجمیع، بل نؤمن لکلهم اجمعین، به همه ایمان داریم که پیامبران خدا هستند. از این جهت ما فرق قائل نیستیم. وقالوا سمعنا واطعنا. الله تعالی مدح می فرماید اصحاب و یاران رسول الله را که وقتی این دستورات بهشون داده شد اونها چه گفتن؟ سمعنا و اطعنا. مثل یهودی ها نگفتن سمعنا و عصینا،
بلکه گفتن سمعنا و اطعنا، بار اله سخنت را شنیدیم. سمعنا ای اجبنا قولک، اجابت میکنیم قولت را. و اطعنا امرک، امر تو را اطاعت میکنیم. اینجا خداوند عزوجل در واقع حکایت کرده و قالوا سمعنا، اینجا حکایت کرده از امتثال امر از سوی صحابه. بعد از اینکه ایمانشون را نقل کرد و حکایت کرد، حکایت فرموده و هو حکایت لامتثالهم الاوامر والنواهی. این حکایت امتثال و بجا آوری اونهاست اوامر و نواهی خدا را. اسر حکایت ایمانهم، بعد از اینکه خداوند ایمانشون را حکایت کرد و برای ما تعریف کرد کل آمن بالله الی آخره. پس حال این نقل است، حکایت است. و قالوا سمعنا و اطعنا، آنها میگویند هم سمعنا گوش میکنیم پروردگارا و هم اطاعت میکنیم. غفرانک ای قائلین غفرانک، در حالی که ما قائل به غفران تو هستیم، یعنی غفران تو را میخواهیم، بخشش تو را میخواهیم. اغفر لنا غفرانک منش، ما را ببخش. ربنا بار اله و الیک المصیر، فقط و فقط به سوی تو هست مرجع، ای بعد الموت، بعد از مرگ به سوی تو برمیگردیم، پس ما را ببخش. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این تفصیل و این تبدو هست. اونجا ما خواندیم اگر چیزی ظاهر کنی در دلت یا مخفی کنی خدا محاسبه میکنه. خب بعضی چیزها هستن انسان تو دل میاد وسواسن، غیر اختیاریان، کفریه هستند. حتی صحابه همین پرسیدن، الله اینجا مشخص کرد که نه، به اندازه وسعتون الله شما را مکلف کرده، یعنی غیر اختیاریه بر اونها هیچ گرفتی نیست. همونی که اختیار داری و تو دل جا میدی، مثلا شرک را، کفر را، نفاق را، بر اینها مؤاخذه هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مکلف نفرموده الله هیچ نفسی را مگر به اندازه توانش. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، برای آن نفس هست آنچه که کسب بکند من الخیر، و علیها ما اکتسبت، بر علیه اون هست، به ضرر او هست آنچه که کسب کرده از شر، من الشر. ربنا، این تعلیم دعا هست. بعد از این حکایت ایمان الله تعلیم میده این گونه دعا کنید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا هر جا که قرآنیت به معنی یا ربنا هست، ای رب مؤاخذه نکن ما را، ان نسینا او اخطأنا، اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم. بله، فراموش کردن ترک امر هست و خطا کردن عصیان و نافرمانی هست، با هم فرق می کنند. فراموش کردن با نسیان، با ببخشی خطا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، بار الها بر ما حمل نکن، بر ما بار نکن، اسرن بارهایی را. کدوم بار مراد است؟ المراد به التکالیف الشاقه، روح المانی. مراد اون تکلیفهای مشکل است که ما مکلف بشیم به امور شاقه و مشکل. کما حملته علی الذین من قبلنا، همان گونه که حمل کردی، بار کردی اونها را بر کسانی که قبل از ما بودند. مثلا یهودی ها خیلی احکام سختی داشتند، چنانچه مفسرین اینجا میگند قال المفسرون ان الله تعالی امرهم باداء ربع اموالهم فی الزکات. اونها را خداوند گفته بود که 1/4 مالشون را در زکات بدند. ما چقدر میدیم؟ 1/40، اونا 1/4. و من اصاب ثوبه نجاسة قطعها، هر کسی که لباسش
نجس میشد باید اون لباس را قیچی میکرد، میانداخت دور، دیگه با آب پاک نمیشد. پس اینا اعمال شاقه بودند. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، بار الها بر ما حمل نکن، بر دوش ما نگذار آنچه که طاقتی نیست برای ما بیان. اینجا مراد مصائب هستند، مصیبت ها هستند. ببین شاید در ذهنتون بیاد که این تکراره، اونجا هم بود لا تحمل علینا، اینجا هم است لا تحملنا، ولی فرقش اینه اونجا احکام سخت، اینجا مصائب و حوادثی که از توان ما خارج باشد، یعنی مشکلات، مصائب. ربنا ولا تحملنا، بار الها بر ما نگذار، بر دوش ما نگذار، ما لا طاقت لنا به، آن مصیبت هایی که هیچ طاقتی برای ما نیست برای انجام اونها، برای تحمل اونها. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. این ستا هر یکی با یک دعای مرتبط است. اولی با لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا، ما را مؤاخذه نکن، واعف عنا، ما را ببخش. دومی ولا تحمل علينا اسرا، بال سنگین تکلیف بر ما نگذار و ما را ببخش. سومی ولا تحملنا، بر ما مصیبت های سخت نیار، وارحمنا، بر ما رحم کن. بس اولی واعف عنا متعلق بلا تؤاخذنا، واغفر لنا متعلق بلا تحمل علينا، وارحمنا متعلق بچی؟ لا تحملنا. انت مولانا، تو مولای ما هستی، کارساز ما و حامی واقعی ما هستی. فانصرنا على القوم الكافرین، ما را بر قوم کافرین یاری ده. خب این سوره مبارکه بقره بود که بعون الله سبحانه و تعالی به پایان رسید.